اسباب خوشحالیه که فرصتی فراهم شده که من هم در جمع شما حاضر باشم و درباره موضوع هوش مصنوعی که بحث این چند روزه بوده صحبتی رو با شما داشته باشم. واقعا به نظر من هوش مصنوعی داستان تازه‌ای نیست، داستانی است نه تازه. هرچند که داستان کامپیوتر یک داستان قدیمی تریه و میشه بگیم با تورینگ آغاز شده. آلن تورینگ برای رساله دکتریش، برای حل مسئله منطقی که رساله دکتریش بود، مدل ماشین تورینگ رو ابداع کرد که در واقع مبانی تئوریک کامپیوتر و برنامه نویسی درش نهفته است و بعدها جان فون نویمن و دیگران دانشمندها از این مفاهیم استفاده کردند و کامپیوترهای الکترونیکی رو ساختن که روی تکنولوژی و روی صنعت و روی علم و سایر شؤونات زندگی تاثیر عمیقی گذاشت. به هر صورت تورینگ علاوه بر این آغازگر عصر هوش مصنوعی هم بود. اولین مقاله را در سال 1950 تورینگ منتشر کرد که به موضوع تفکر ماشین پرداخته بود و از همه مهمتر آزمون تورینگ رو مطرح کرده بود که اگر نتونیم تشخیص بدیم یک کاری رو ماشین انجام داده یا انسان انجام داده، اون موقع اون ماشین به درجه کافی از هوشمندی رسیده و این به آزمون تورینگ معروف شد. بعد از تورینگ بزرگان و پیشگامانی کار روی هوش مصنوعی رو ادامه دادن که جان مککارتی و ماروین مینسکی از پیشگامان این راه بودن که جان مککارتی بعدها آزمایشگاه هوش مصنوعی رو در دانشگاه استنفورد تأسیس کرد که همچنان یکی از کانونهای معتبر پژوهش و توسعه در زمینه هوش مصنوعی است. ماروین مینسکی نیز در MIT این کار رو ادامه داد. این بزرگان با عده دیگه از بزرگان دیگه در این زمینه در تابستان سال 1956 در یک پروژه تابستانی در دانشگاه کالج دارتموت گرد هم اومدن و پایه‌گذاری کردن هوش مصنوعی رو و پیش بردن اون رو. و جان مککارتی کسی بود که واژه آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی رو ابداع کرد. یک میان پرده اینجا من خدمت دوستان بگم خالی از لطف نیست. در سال 1350 که من دانشجوی کارشناسی بودم در دانشگاه صنعتی شریف آریامهر، اون موقع کنفرانس ریاضی در دانشگاه برگزار شد و استادان ما که برگزار کنندگان کنفرانس بودن دانشمندانی رو دعوت کرده بودن برای ایراد سخنرانی در کنفرانس. از جمله جان مککارتی یکی از اونها بود که سخنرانی ایراد کرد و در سخنرانی خودش یه فیلمی رو نمایش داد که یه بازوی روباتیکس تعدادی مکعب رنگی رو هم میچید و ما تحت تاثیر ایده های اون و با مفهوم اولیه هوش مصنوعی آشنا شدیم و این موضوع همچنان ادامه پیدا کرد و این بزرگان هم کار روی هوش مصنوعی رو ادامه دادن. هرچند که الگوریتم های هوش مصنوعی که ابداع کرده بودن به خاطر اینکه به ظرفیت محاسباتی زیادی احتیاج داشت و کامپیوترها اون موقع از ظرفیت محاسباتی کافی برخوردار نبودن، مورد توجه قرار نگرفت. نه سرمایه گذارها حاضر بودن روی این کار سرمایه گذاری کنن، برای اینکه اپلیکیشنی که بتونه به بازار بیاد نمیتونستن توسعه بدن، نمیتونست انجام بشه و نهادهای دولتی هم که بودجه های تحقیقاتی تخصیص میدادن توجه کافی به این موضوع نکردن. به این خاطر اون دوره 1970 تا 1990 به زمستان هوش مصنوعی معروف شده، دوره‌ای که هوش مصنوعی به خواب زمستانی رفته. ولی در همین دوره هم الگوریتم های هوش مصنوعی توسعه پیدا کرد. یادگیری ماشین ابداع شد. یکی از پیشگامان اون آرتور ساموئل بود که روی یادگیری ماشین کار کرد و یادگیری ماشین که در قلب هوش مصنوعی قرار گرفته بود که با داده های شناخته شده اعمال الگوریتم های کلاسترینگ یه مدلی میشد تشخیص داد که برای داده های جدید میشد با تطبیق با اون مدل نتیجه گیری کرد که در کجا قرار میگیره، یه پیش بینی کرد، یه کنترلی انجام داد. به هر صورت زمان جلو رفت و تکنولوژی توسعه پیدا کرد تا اینکه در سالهای 2000 جی پی یو ها اختراع شد. جی پی یو ها دیگه قدرت محاسبه رو بیکران کرد، محدودیت محاسبه وجود نداشت. در نتیجه هوش مصنوعی دوباره مورد توجه قرار گرفت و آغاز عصر جدیدی شد برای هوش مصنوعی. در واقع دوره باز تولد هوش مصنوعی و کاربردهای متعددی برای اون
مورد توجه قرار گرفت و همون الگوریتم های شناخته شده. در سال 2012 یه مقاله منتشر شد که عده‌ای از دانشمندان از دانشگاه تورنتو، شرکت گوگل و شرکت مایکروسافت در تولید این مقاله و این کار پژوهشی نقش اساسی داشتن و هینتون که سال گذشته مدال جایزه نوبل فیزیک گرفت در بین این دانشمندان در رأس اینها بود. این کار چی بود؟ از مدل‌های شبکه عصبی استفاده شده بود که بتونن یه مدل محاسباتی قوی، الگوریتم محاسباتی قوی تحت عنوان دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق، ابداع بکنن. این به این ترتیب بود که توی یه شبکه عصبی نودهای ورودی دیتاهای شناخته شده را از نودهای ورودی وارد می‌کردن، با یه ضرایب وزنی روی نودهای داخلی که پنهان بود توزیع می‌کردن و بعد جمع می‌شد تا به نتیجه برسه. نتیجه های موجود برای داده های شناخته شده رو با نتیجه های واقعی مقایسه میکردن و میزان اختلاف اینها اون خطایی بود که این خطا رو مینیمم میکردن تا به این وسیله که این ضریب های وزنی ضریب های متعادلی بشه و این کار باعث شد که تحول اساسی این الگوریتم های یادگیری عمیق در هوش مصنوعی به وجود آورد و کاربردهای متعددی مثل تشخیص گفتار، تشخیص تصویر و پردازش زبان طبیعی باعث شد که کاربردهای وسیعی در زمینه‌های تشخیص بیماری‌ها، بهداشت و درمان، بازی شطرنج خیلی ابداعگرانه توسط این الگوریتم‌ها با روش‌های اصیلی جلو می‌رفت و عصر جدید واقعا در حال پیشرفت و تحول بود. این توسعه تکنولوژی ادامه داشت تا اینکه در سال 2017 عده‌ای از دانشمندانی که در شرکت گوگل بودند مقاله‌ای تحت عنوان Attention is all you need منتشر کردند که مدل‌های زبانی بزرگ لارج لنگویج مدل‌ها رو معرفی کرده بودند و روش ترانسفورمرها به این ترتیب بود که داده‌های زیادی رو در ذخیره می‌کردند به عنوان برای آموزش دادن به مدل و به این ترتیب از روش ترانسفورمرها استفاده میکردن، از همون روش یادگیری عمیق و یه جمله‌ای رو، یه عبارتی رو که میدادیم به کمک همون الگوریتم های یادگیری عمیق بالاترین احتمال این که کلمه بعدی میتونه چی باشه رو پیدا میکنه این الگوریتم و جمله رو کامل میکنه و این آغاز عصر جدیدیه. ما در عنفوان عصر جدیدی هستیم که این مدل‌های زبانی بزرگ هوش مصنوعی رو به یک ابزار بسیار هوشمندی تبدیل کرده که در شؤون مختلف کاربردها، زندگی، علم، تکنولوژی، صنعت همه چی تاثیرگذاره و دوران تحول‌های جدید در پیشه و در این رابطه واقعا میشه بگیم غولی که از بطری رها شده و قدرت ایجاد نوآوری و افزایش بهره‌وری رو میبره بالا. خودکارسازی صورت میگیره، ضرورت‌های اخلاقی رو باید رعایت کرد، کد آف اتیکس مهمه و دگرگونی عمیقی در کار، آموزش و زندگی به وجود میاره و در زمینه مثلا کدینگ تحول زیادی به وجود میاره چون میتونه به کدینگ کمک بکنه، ولی این به این معنا نیستش که نباید مبانی کدینگ رو یاد گرفت. باید حتما یاد گرفت، مبانی علم داده ها رو باید یاد گرفت، ولی انجام پروژه ها به روش از اول تا آخر توسط افراد باید صورت بگیره. توانایی انجام پروژه به صورت end to end اون نیاز آینده است که باید بهش توجه کرد و توسعه آموزش ضروری ترین کاریه که ما باید بهش توجه بکنیم. کاری که در موزه کامپیوتر اتفاق افتاده باید ادامه پیدا بکنه. ورکشاپ هایی برای نوجوان ها باید بذاریم تا هرچه بیشتر با این مفاهیم اولیه آشنا بشن، کاربردها رو بتونن توسعه بدن. و آخرین کلام این که در واقع میشه بگیم attention is all we need. توجه تنها چیزیه که بهش نیاز داریم. اینجا توجه یعنی جامع بودن، یعنی همه چیز رو به صورت کنار همدیگه دیدن، عقب و جلو رو با همدیگه دیدن. بسیار خوشحال شدم که در حضور دوستان بودم. امیدوارم که وقتتون زیاد نگرفته باشم و به امید دیدار در جلسات آینده، آرزوی موفقیت بیشتر برای همه شما.